سلام. امروز قراره درباره تنفس صحیح که همون تنفس شکمی هستش و هم دیگه صحبت کنیم. تنفس شکمی در واقع تنفسیه که عمق داره و خیلی آرومه. تا حالا به نوزادا دقت کردین که موقع دم و بازدم شکمشون بالا و پایین میشه؟ در واقع تنفس صحیح رو نوزادا دارن انجام میدن. ولی ماها به مرور زمان و با لایف استایلی که داریم تنفس هامون کم کم تبدیل میشن به تنفس های کم عمق و سطحی. در واقع تنفس های ما میشن تنفس های سینه‌ای، ترقوه‌ای و حتی کوتاه‌تر، تنفس هایی که فقط از طریق بینی انجام میشه. حالا چرا اینقدر مهمه که ما در واقع تنفس شکمی رو تمرین کنیم و تا اینکه کم کم و به مرور زمان ناخودآگاه تنفس ما تبدیل به این تنفس بشه؟ وقتی ما دم و بازدم انجام میدیم در واقع داریم انرژی پرانا و یا چی، انرژی حیات رو داریم وارد بدن میکنیم. پس وقتی تنفس صحیح نباشه نه تنها میتونه عملکرد اندامهای داخلی رو دچار مشکل کنه، از نظر انرژیکی هم میتونه برای ما یه سری مشکلاتی رو ایجاد کنه. حتی دلیل اضطراب مزمن، یکی از دلایل اضطراب مزمن هم میتونه همین باشه، همین تنفس های کوتاه. چرا؟ چون تنفس کوتاه و تنفسی که عمق نداره داره این پیام رو به سیستم سمپاتیک منتقل میکنه که من امن نیستم و در واقع ما در هر لحظه در حالت جنگ و یا گریز هستیم. ولی وقتی یاد میگیریم تنفسمون عمق پیدا کنه و آروم بشه داریم پیام امنیت رو به سیستم عصبی مخابره میکنیم و اونجا تازه جاییه که ما میتونیم امن باشیم، میتونیم آروم باشیم، میتونیم ریلکس کنیم. پس خیلی مهمه که این تنفس رو حتما تمرین کنیم و یاد بگیریم. توی تنفس عضله‌ای که خیلی مهمه و نقش اساسی داره عضله دیافراگم هستش. عضله گنبدی شکل که در واقع زیر شش‌ها قرار گرفته. موقع دم وقتی ما اکسیژن رو وارد میکنیم این عضله به سمت پایین میاد، منقبض میشه، شش‌ها باز میشن و با پایین اومدن این عضله شکم به سمت بیرون میاد و موقع بازدم این عضله به حالت اولیه برمیگرده، شش‌ها جمع میشن و دی اکسید کربن خارج میشه. ولی وقتی تنفس سینه‌ای باشه، ترقوه‌ای و یا حتی بینی، اصلا این عضله کارکردش رو از دست میده و حرکت این عضله نه تنها برای سیستم تنفسی مهمه، حرکتش برای در واقع ارگان‌های دیگه، برای روده‌ها، سیستم گوارش، سیستم هضم، سیستم دفع خیلی مهمه و وقتی این دچار اختلال بشه بقیه سیستم‌های بدن هم میتونن دچار اختلال بشن. این توضیحات رو دادم که متوجه بشین چقدر مهمه و ما باید وقت بذاریم و این تنفس رو به صورت اصولی یاد بگیریم. پس یه جایی بشینین صاف، جایی که راحته و میخوایم شروع کنیم به قدر ظرفیت. قرار نیست برای شروع یه دفعه ششمون رو پر از هوا کنیم و یه دفعه خالی کنیم. خیلی کوچیک قدم‌های کوچیک برمی‌داریم. در حد 3 شماره، 3 ثانیه، 4 ثانیه. دم و بازدم از طریق بینی و فقط شکم به سمت جلو و عقب میره. برای شروع میتونید دستتون رو روی شکمتون بذارین که آگاهی بیاد به این قسمت و تمرکزتون توی این قسمت باشه. دم از طریق بینی، بازدم شکم میره به سمت داخل، دم، بازدم و به همین ترتیب تکرار کنیم. این تنفس رو سعی کنین 21 مرتبه انجام بدین توی روتین روزمرتون و اگه دچار سرگیجه یا سردرد شدین کاملا طبیعیه. یه لحظه استراحت کنین، ریلکس کنین و بعد دوباره ادامه بدین. زمانش برای هر شخص ممکنه متفاوت باشه. یه نفر 1 ربع طول بکشه، یه نفر نه 5 دقیقه نفس رو انجام بده و مشکلی هم نداشته باشه. به مرور زمان یه جایی میایین و به خودتون میبینین که تنفس هم خودش ناخودآگاه تبدیل به تنفس شکمی شده. مرسی که همراه بودین.
ممنون که حمایت میکنین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین. مرسی. نماسته.